به خاطر نژاد ایرانیش. ماشاءالله اونجوری شد. میرن پایین ها، ببین در رو باز میکنی میکشن پایین. هوای مقداری رو. هوای مقدار. گلبرا هم مثل من همینطوری، من هیچ چیز زنبور نه اصلا. الان این اینجا باشه نمونه میخوای بگیری زنبور هر چی هوا بخوره برو آقا برو شروع کن. نه دیگه کار نداره، برو. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به زمستان گذرانی هم یک کلاس تصویری میذاریم برای زنبوردارای محترم. ببینید خیلی سوال میشه. اولا در فصل زمستان گذرانی چیزی که خیلی مهمه اینه که زنبور شما خوشه باشه. یعنی زنبور شما اگر 10 قاب جمعیت داره، طوری این جمعیت باشه که روی قاب‌ها زنبورها قرار گرفته باشن. الان این کلونی رو شما دقت کنید، ببینید چون هوای کمی سرده زنبورها خودشون رو پایین کشیدن، ولی اگر لای قاب‌ها رو دقت کنید زنبورها رو می‌بینید چون به خاطر سرمایه هوا خودشون رو کشیدن پایین. زمانی که در کندو رو برداری روی تمام قاب‌ها زنبور حرکت می‌کنه. این یه مطلبی، یعنی زنبور شما باید کاملا فشرده باشه، سطح قاب‌ها رو گرفته باشه. اون موضوعی که قبلا صحبت کرده بودیم قانون خوشه. زنبور عسل در طول میلیون‌ها سال، هزاران سال با رعایت قانون خوشه تونسته سخت‌ترین شرایط رو بگذرونه. زنبوری که در خوشه قرار داره کمتر بیمار میشه. اگر انگل باروبا داشته باشه خودش انگل رو نظافت میکنه، درست مثل یه دست میمونه. من همیشه تو کلاسام هم توضیح دادم، گفتم دست باز زوری نداره، وقتی این مشت میشه زور پیدا میکنه. زنبور هم همینه. زنبور شما وقتی گره میشن تو هم دیگه، اولا میتونن دمای کافی رو به وجود بیارن برای محافظت از ملکه. یعنی اگر دمای کافی در داخل کلونی وجود نداشته باشه، کلونی زنبور عسل، ملکه فوراً سیستم تناسلیش آسیب میبینه، تخموناش آسیب میبینه و دیگه قادر به تخم‌ریزی نیست و کلونی کلاً از بین میره. پس خیلی مهمه که برای زمستان گذرانی کلونی شما حتما چی باشه؟ فشردگی کافی رو داشته باشه. خیلی سوال میکنن دوستان ما برای زمستان گذرانی از چه پوششی استفاده بکنیم؟ کتان، کنف، برزنت، گونی نخی خیلی مناسبه. به خصوص در منطقه مثل مازندران، منطقه شمالی کشور که رطوبت بیشتری داره مثل گیلان، حتما کلونیا از سطح زمین تا 40 سانتی متر حداقل باید فاصله داشته باشن. فاصله از زمین یک عایقه، فاصله از هوا هم یک عایقه. یعنی این فاصله‌ای که در نظر گرفته میشه این خودش یک نوع عایقه که گرما رو انتقال نده، یا از پایین وقتی میکشید بالا سرمای زمین بالا نمیاد. حتی در فصل زمستون هم تابستون هم همینطوره. فصل تابستون هم خدمت شما عرض شود که زمین خیلی گرم میشه. وقتی کلونی رو از سطح زمین میارید بالا، باز زمین خودش یه جور عایقه. چون بعضیا فکر میکنن فقط برای زمستان بعد کلونی رو از سطح زمین بیاری بالا. نه، قانونا در طول سال کلونی شما همیشه باید حدوداً 40 سانت حداقل از سطح زمین فاصله داشته باشه. این کمترین فاصله است. پاچه‌ای هم که روش قرار میدید بهتره که پوشش‌های پلاستیکی نباشه. خیلی ها استفاده میکنه از گونی‌های آرد نونوایی. ما نمیگیم خوبه، نه خوب نیست. اگر گونی نخی گیرتون نیومد میتونید از اونم استفاده بکنید، ولی توصیه نمی‌کنیم. بهتر از برزنت استفاده بشه، از کتان استفاده بشه، از کنف استفاده بشه. من یادم سری اول کنده‌های لانگستروت که داخل وارد ایران شد، های شهرستانی نمونه‌شو داشت، اینا روشون یه عایق چوبی داشت. یعنی کنده‌های لانگستروت روشون در نظر گرفته بودن جدای از در یک لایه چوبی قرار که این عایق میکرد در گرما و در سرما زنبور زیر این عایق دمای کلونی رو چکار میکرد؟ حفظ میکرد و رعایت میکرد. در مورد زمستان گذرانی این پوشش، خیلی هست میگن ما در مناطقی هستیم که دمای هوا خیلی سرد میشه. آیا در این مناطق توصیه میکنید قسمت خالی کندو رو ببندیم یا نه؟ اگه کلونیاتون 3 قاب یا 2 قابه یا خیلی ضعیفه، بهتره که فضای
خالی کندو بسته بشه. تو منطقی مثل اردبیل، خانسار یا آذربایجان که زمستونای سخت داره حتما باید فضای خالی بسته بشه. ولی اگر جمعیتاتون 7 قاب 8 قاب تو خوشه است و عسل کافی در اختیار زنبورتونه، نیازی نیستش که این کار انجام بشه. اون چه که خیلی مهمه برای زمستان گذرانی اینه که زنبور شما ذخیره کافی برای زمستان گذرانی داشته باشه. سوال میشه آیا در زمستان گذرانی ما میتونیم کیک یا خمیر شیرین بدیم؟ ما تحت هیچ شرایطی توصیه نمی کنیم در زمستان گذرانی از خمیر شیرین یا کیک استفاده بشه. چرا توصیه نمی کنیم؟ چون اینها گوارش زنبور عسل رو تحریک میکنه. در اکثر مناطق کشور در طول زمستان غیر از مناطق جنوبی و بعضی از مناطق شمالی زنبور عسل پرواز دفع نمیتونه داشته باشه. زنبور عسل وقتی خمیر شیرین رو مصرف میکنه یا کیک رو مصرف میکنه، روده زنبور عسل تحریک میشه و چون قدرت دفع نداره این باعث میشه دچار یبوست بشه و مشکلات گوارشی پیدا بکنه و زنبور در داخل کلونی از بین بره. ولی تو منطقه بعضی قسمت‌های شمالی کشور یا منطقه جنوبی کشور چون زنبور پرواز دفع داره میتونن به زنبوراشون کیک و خمیر بدن. اونم باز ما میگیم اگر طوری کلونیاتون رو نگهداری کنید که ذخیره کافی داشته باشن بهتر از دادن کیک و خمیره. چه مواقعی خمیر رو ما توصیه میکنیم؟ یکی ابتدای پروسه بهاره، زمانی که زنبور میخواد جوش بزنه و کلونی شما ذخیره کافی نداره، یا ابتدای پروسه بهاره میبینید کنه زنبوراتون زیاده، انگل بارابا زیاده و میخواید از طریق خمیر شیرین با آویشن کنه زدایی بکنید، یا میخواید زنبورتون رو با یک بویی تحریک بکنید، میتونید از خمیر شیرین استفاده بکنید. یا در مناطقی هستید که در برج 2 یا برج 3 میدونید منطقتون حدود 20 تا 25 روز یا 30 روز ممکنه نوسان شهد داشته باشه، یعنی ورودی شهدتون خوبه، 20 تا 25 روز ممکنه قطع بشه شهد، برای اینکه زنبورتون افت نکنه و خودتون بالا سر زنبورتون نیستین که زنبورتون رو خوراک بدین، اون موقع میتونید از چی استفاده بکنید؟ خمیر شیرین استفاده بکنید. یا برعکسش تو مناطقی هستید که ورودی شهد خوبی دارید ولی ممکنه 30 تا 40 روز منطقتون افت شدید گرده داشته باشه، تو شرایطی که زنبورتون دفع کافی داره و نمیتونید مدیریت کنید این موضوع رو، بهتر از خمیر کیک گرده استفاده بشه. در مورد زمستان گذرانی خیلی ها سوال میکنن آیا ما میتونیم آنتی بیوتیک ها رو در زمستان به زنبور بدیم اگه زنبور اون بیماری داره؟ ما دادن هیچ آنتی بیوتیکی رو در خمیر شیرین و کیک گرده به زنبور توصیه نمی کنیم. دلایل زمستان گذرانی توصیه کنیم زنبور از خمیر رو میخواد استفاده بکنه، نیاز به آب میخواد بیاره. در خیلی از کشور زنبور نمیتونه بره آب، زنبور دچار مشکلات گوارشی میشه. دوم زنبور قدرت تبدیل این ساز رو به گلوکوز و فرکتوز نداره که این رو بخواد استفاده بکنه در دماهای پایین، برای همین به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. خیلی از زنبور حرف ما میدن آره ما زنبورامون اومدیم باز که همشون مردن. خب این زنبور رو کیک در اختیارش گذاشتی، نتونسته مصرف کنه، نصفش رو مصرف کرده، این تو روده زنبورش مونده و زنبورش از بین رفته. یه نکته ای که لازمه بگم در مورد زمستان گذرانی، زنبور عسل یک حشره خونسرده، در دمای 8 درجه مثبت 8 درجه بالای صفر زنبور عسل بدنش فلج میشه، یعنی زیر 8 درجه زنبور عسل بدنش فلج میشه و نمیتونه پرواز بکنه و نیش زدن براش بسیار مشکل میشه، فعالیتی از خودش نداره. زنبوردارا سوال میکنن که ما تو مناطقی هستیم که میخوایم پلاستیک زیر در بکشیم. ما بهشون گفتیم تو زمانی که تو 2 ماهی که منطقتون خیلی سرد میشه، یعنی روزا دمای اوج دماتون زیر 8 درجه است روز و شبها زیر 0 میاد، تو این شرایط زنبورتون کاملا تو است. یه پلاستیک تو منطقه شمالی که رطوبت داره، نه منطقه سرد و خشک کشور، یه پلاستیک زیر این در بکشید و در کندو رو ببندید.
زمانی که دیدید در طول روز دیگه زمستان سردتون رو پشت سر گذاشتید و دمای هوا روزها به بالای 8 تا 10 درجه میرسه، زنبور اولین پروازهاشو شروع کرده و دفع رو داره آغاز میکنه، میاد نگاه میکنید ببینید زنبورتون سر آبشخور رو به قولی سر آب داره میره، دیگه باید فوراً این پلاستیک رو چیکار کنید؟ بردارید، چون زنبور فعالیتشو شروع کرده و این پلاستیک مانع تهویه و باعث افزایش رطوبت داخل کندو میشه. صحبت در مورد زمستان گذرانی خیلی زیاده، در مورد انبار کردن کلونی‌ها سوال میشه، چون این خیلی طولانی میشه این فیلم. من همینجا صحبت رو تموم میکنم، در خدمت دوستان هستم.